سلام برابرش، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل توپ کلاس 7. من توها هستم و خیلی خوشحالم که امشبم با من هستید. بریم سراغ ویدیو. Let's go. ویدیو امروزمون رپیه. همتون فکر کنم در جریان که پوری آهنگ جدید داده به اسم هلا. میخوایم به اون ریاکشن بریم ببینیم چیه چی نیست. من خودم دفعه اولم فکر کنم میشنوم، یه جا شنیده بودم رفتم دیدم آره گذاشته، گفتم بیام با هم گوش بدیم. بریم سراغ ویدیو. چه فاز قدیمی داره، قشنگ کوپ رشت، عروسی های رشت. خیلی قشنگ تم عروسی های قدیمی رو داره. واقعا عجب موزیک ویدیویی داره پوری. و خلاف ساسی و اینا خیلی موزیک ویدیو خوبی داره. چقدر دیر شروع میکنه، 4 دقیقه 30 دقیقه رفته. شروع شد. هلا نشونکی رو نگاه، موهاشو نگاه، بسط علم که برای هلا وسطم که سینی بغلم، هلا هم پیشونی میچکه عرقم، هلا تو تبم میسوزه بدنم، هلا مجلس رو گذاشتم رو سرم، هلا خیلی قشنگ میخونه، قافیه‌اش خوبه، بهتر از همه موزیک ویدیو. عالی اصلا بی‌نظیر. بریم ادامهش، نمیخوام خیلی صحبت کنم. آخرش هم داستان این آهنگش هم واسهتون تعریف میکنم، شاید شنیده باشید ولی من با تعریف میکنم. چه غمگین باشه چشات، دلم لک زده واسه چشات. تو که گفتی میمونم به پات، چرا دادی همه چیو به باد؟ تلخ مثل شبی که تو شیمی زمینه یه گوشیمی، راستی چه بهت میاد لباس عروسه که پوشیدی؟ میام به خاطرت فقط ندا بده، میدونی یادشی شبا تو خوابته، اونقدر خرابه که امشبو به گا بده. ببین رسیده شاقده، ببین بیا و وا بده. وسطم که سینی بغلم، هلا اپیشونی میچکه عرقم. مهره مار داری تو دلبری، بغلش مهره ماره. این همه آدم، این چی بود برداشتی آوردی پوری؟ بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. هلا تو تبم میسوزه بدنم، هلا مجلس رو گذاشتم رو سرم، هلا وسطم که سینی بغلم، هلا اپیشونی میچکه عرقم، هلا تو تبم میسوزه بدنم، هلا مجلس رو گذاشتم رو سرم، هلا بابات موند روی حرفش، داد بری کلکتو کندش، میخواست یه دوماد مهندس نمس من عدم قص شده بهار برا من خزون، میرخصم تا خود از اون یه جو میذارم سنگ تموم، انگا برا منه ندیگرون. وسطم که سینی بغلم، هلا اپیشونی میچکه عرقم، هلا تو تبم میسوزه بدنم، هلا مجلس رو گذاشتم رو سرم، هلا وسطم که سینی بغلم، هلا اپیشونی میچکه عرقم، هلا تو تبم میسوزه بدنم، هلا
حسو گذاشتم رو سرم هلا هلا خیلی نشاد بودن، خیلی بودن و داستان شو بکنیم. آقا تموم شد. حالا خیلی شاد بود، در تم آهنگای خیلی شادی بود. حالا داستانشو واسهتون تعریف کنم. آقا این پوری مثل این که قبل از اینکه رپر بشه تو عروسی ها میخونده. آقا این میرفته تو عروسی ها میخونده، شاباششو میگرفته، حقوقشو میگرفته، میومده. یه روز میره توی عروسی، اونجا میخونه، یه زنی میرقصه اون وسط، عاشق این دختره میشه. گفتم زن، حالا دختر عاشق این دختره میشه. این پوریه قصه ما. آقا این میره خواستگاری، این ور اون ور، چقدر میکوبه تو درش. اینقدر رفته خواستگاری پیش باباش، این ور اون ور، فامیل و اینا. آقا دختر رو به این نمیدن. اون قسمتش هم که گفت بابات مون پای حرفش، داد بری کلکشو کندش. بعد مثل اینکه اینو به یه مهندس میدن، بعد لج این دادم به یه مهندسه. گفت بابات میخواست یه داماد مهندس، نمیسمرم از دمگس. آقا این دختر رو میدم، میره به اون مهندسه. پوری میمونه و دلش شکسته. بعد از خودش هم میره تو شب عروسیه، دختر میخونه. اونجا هم گفتش یه جوری میزنم زنگ تموم، انگار مال منه نه دیگرون. به خاطر همینه دیگه. دیسلاو بود ولی تو چیز شد، تو بیت شد، توی تم شد. آقا این هم ویدیوی ما بود. شاد بود ولی غمگین بود در قالب شاد. ریاکشن رپ، اگه از این ویدیو ریاکشن های به رپ خوشتون میاد تو کامنت ها بگید. فعلا خدا نگهدار.